سلام هولایتیا. تو این ویدیو قراره با هم دیگه یه بازی دو بعدی بسازیم که توی اون پلیر ما قراره بین پلتفرم های مختلف به پر بکنه. این ویدیو تمرکزش بیشتر روی فیزیک و کولایدر هاست و قراره با هم دیگه کاراکتر کنترلر این پلیر رو بنویسیم. پس بریم که شروع کنیم. خب قبل از اینکه هر کاری بکنیم میایم وارد یونیتی هاب میشیم. اینجا روی دکمه نیو پراجکت کلیک میکنیم و یه دونه پروژه 2D واسه خودمون درست میکنیم. بعد اسمش هر چی که دوست داشتیم انتخاب میکنیم. مثلا من میذارم مونلایت جامپر و بعد روی کرییت پراجکت میزنیم تا پروژه ما ساخته بشه. خب الان پروژه یونیتیمون ساخته شد. ما بهتره قبل از اینکه هر کار دیگه ای بکنیم یه کاراکتر خوبی واسه بازیمون پیدا بکنیم. خیلی راحت میتونید تو اینترنت سرچ بکنید یه کاراکتری پیدا بکنید واسه خودتون. من یه کاراکتری حالا پیدا کردم توی اینترنت. این کاراکتر حالا میخوایم اینو وارد یونیتی کنیم. چطوری میایم کار میکنیم؟ خیلی ساده است. میایم اینجا وارد فایل های پروژه‌مون میشیم. توی پوشه اسست پروژه‌مون اینو کوچیک میکنیم، میذاریم اینو وارد میکنیم. به همین سادگی الان عکس ما وارد بازی شد. حالا واسه اینکه بیایم از این عکس استفاده بکنیم و باهاش کاراکترمون رو بسازیم فقط کافیه اینو بکشیم تو بازی. الان کاراکتر ما توی بازیه. اینجا داریم میبینیم اسپرایت رندررش هست و الان ما این کاراکتر رو تو بازی میتونیم استفاده بکنیم. الان تنها کاری که باید بکنیم اینه که برایش یه کامپوننت بنویسیم و حرکتش رو واسه خودمون تعریف بکنیم. خب بیایم حالا یه سری کارهای مقدماتی رو روی پلیرمون انجام بدیم. این پلیرمون رو ما دوست داریم کولایدر داشته باشه چون به هر حال قرار برخورد بکنه. میایم اینجا توی اد کامپوننت پلیگان کولایدر رو واسش انتخاب میکنیم. میبینیم که یه کولایدر خیلی خوبی رو تونست روش رسم کنه. پس ما دیگه دستی نمیایم با اج کولایدر واسش کولایدر رسم بکنیم چون خود پلیگان کولایدر اومد یه کولایدر فیتی رو روش رسم کرد. پس ما دیگه دستی این کار رو انجام نمیدیم. حالا اگه مثلا میومد بعد رسم میکرد تو که مثلا ما خوشمون نمیومد از رسم کردنش روی این کاراکترمون، اون موقع دستی میومدیم این کار انجام میدادیم. حالا بهتون نشون بدم دستی هم چطوری بود. مثلا فرض کن شما یه کاراکتری گرفتید که پلیگان کولایدر نتونست خوب تشخیصش. شما میان یه اج کولایدر انتخاب میکنید، اینو میزنید، بعد این اج کولایدر شما هر جاشو کلیک کنید میتونید یک نقطه به این خط اضافه بکنید. مثلا من یه نقطه وسطش اضافه میکنم، این نقطه ها رو مثلا میگیرم میکشم بالا اینطوری. مثلا یه نقطه اینجا ایجاد میکنم و اینو میکشم اینطوری واسش مثلا شکلش رو طراحی میکنم. ولی خب گفتم ما الان به اج کولایدر نیازی نداریم. خیلی خوب، این الان از کولایدر ما میخوایم که این شیمون فیزیک هم داشته باشه. پس یه ریجید بادی دو بعدی هم بهش میدیم. خب الان شی ما فیزیک داره، کولایدر داره، همه چیش اوکیه. میایم میخوایم یه بازی پلتفرمر درست کنیم. یه مثلا این قرار بیاد روی این پلتفرما بپره هی بره بالاتر. میایم چیکار میکنیم؟ یه 2D آبجکت درست میکنیم، یک اسپرایت، مثلا یک مربع عادی. این مربع رو میایم کوچیکش میکنیم مثلا اینطوری که مثلا یه بهش دونه باکس چیزم بدیم، یه دونه باکس کولایدر هم بهش میدیم، یه باکس کولایدر هم بهش بدیم. الان وقتی که بازی رو ما پلی بکنیم این میاد روی این وای میسته. اما این یه مشکلی هنوز بازی ما داره. توی بازی پلتفرمر اگه دقت بکنید کاراکترها روی محور زد نمیچرخن. محور زد چیه؟ یعنی اینطوری نمیچرخن، درسته؟ یعنی مثلا هر اتفاقی که بیفته یا شما نمیبینید پلیرتون این شکلی شده، درسته؟ چیکار کنیم که اینطوری نشه؟ میایم وارد ریجید بادی میشیم، میایم اینجا و بعد میتونیم روتیشن و پوزیشن هایش رو فریز بکنیم. ما میگیم که اصلا من نمیخوام روی محور Z تو هیچ روتیشنی داشته باشی. پس میایم روتیشن محور Zش رو فریز میکنیم. حالا مثلا اگه میخواستیم رو X حرکت نکنه میومدیم پوزیشن Xش رو فریز میکردیم. اگه میخواستیم رو Y حرکت نکنه پوزیشن Yش رو فریز میکردیم. اما اینجا ما میخوایم که نچرخه هر چی شد، چون به هر حال یک سری برخوردها ممکنه باعث چرخیدنش بشن دیگه. من میگم حالا هر چی شد تو لازم نیست بچرخی، درست؟ الان توی بازی بهتون نشون بدم دقیقا چه اتفاقی قرار بیفته. وقتی که این روشنه من این پلیرمو بیارم این
گوشه بذارم هیچ اتفاقی نمیفته، درسته؟ اما الان من این روشن بکنم از این کنار اینطوری میفته پایین، درسته؟ خب پس حالا بسته به سلیقه خودتون، دوست دارید روشن بذارید، دوست ندارید هم نذارید، ولی من به خاطر این سبک بازی این رو روشن میذارم. خب حالا باید بریم شروع کنیم واسه این کاراکترمون یک کنترلر بنویسیم. همه بازی‌هایی که توی یونیتی ساخته میشن اگه یه کاراکتری داشته باشن که توسط پلیر قرار کنترل بشه، یک کدی براش نوشته میشه که اون کد قرار این رو کنترل بکنه و بهش میگن کاراکتر کنترلر. حالا کاری که قرار ما بکنیم اینه که بیایم این کاراکتر کنترلر رو بنویسیم. میایم توی کامپوننت اون مینویسیم کاراکتر کنترلر. اینجا یه کاراکتر کنترلر یونیتی خودش داره، این واسه تیریدی اینجا به درد ما نمیخوره و کلا تو تیریدی هم زیاد به درد ما نمیخوره، چون معمولا کنترلر هایی که میسازیم رو طوری میسازیم که خودمون بتونیم کاستومش کنیم و ازش استفاده بکنیم. حالا این کنترلری که یونیتی خودش داره هم هست جدا، ما یه کنترلری واسه خودمون میخوایم بسازیم، پس یه تودی هم تش میذاریم که به مشکل نخوره بخاطر اینکه اسمشون یکی نمیشه. خب این سی اولش هم بزرگ میکنیم که خب حالا کرییت میکنیم. خب ما الان یه فایل کاراکتر کنترلر سی شارپ اینجا ساخت. این الان فایل سی شارپی که ما باید توش کد بنویسیم. از الان که شروع بازی سازیتونه بهتره یاد بگیرید که پروژه رو تمیز نگه دارید. اینجا یک پوشه اسکریپت درست میکنیم، این رو این تو میذاریم، بعد کاراشو انجام که میده. حالا باید بیایم کاراکتر کنترلرمون رو باز بکنیم، یه دابل کلیک روش میکنیم، یکم ثبت میکنیم. حالا بسته به کد ادیتوری که خودتون به یونیتی گفتین، مثلا حالا رایدر یا حالا من از رایدر استفاده میکنم یا ویژوال استودیو یا وی اس کد یا هر چیزی که خودتون استفاده میکنید براتون باز میشه. خب همیشه قبل از اینکه بخوایم کد زدن رو شروع کنیم باید به این فکر کنیم که میخوایم چی بنویسیم. پس یعنی قبل از اینکه اولین خطمون رو بنویسیم میایم اولین نگاهی به پلیر بازیمون میندازیم، میگیم که خب این قراره چیکار بکنه اصلا. میبینیم که خب ما دوست داریم با دکمه های WASD حرکت بکنه، دوست داریم با اسپیس وقتی زدیم این مثلا بپره بالا و رو هوا هم باز WASD کار بکنه، یعنی مثلا وقتی پرید رو هوا هستش هم باز WASD کار بکنه بتونه تکونش بده. و بعد هم که مثلا روی پلتفرم بالایی رفت اینجا افتاد دوباره حق پرش داشته باشه، ولی وقتی که رو هواست حق پرش دوباره نداره، یعنی نمیتونیم ما دوباره اینجا بهش پرش بدیم، ولی وقتی اینجا قرار گرفت اوکیه میتونه بپره. خیلی خوب، میریم توی بازیمون یکی یکی اینا که گفتم باید پیاده بکنیم. واسه پریدنمون ما چند تا راه داریم، اما الان ما میخوایم یک پریدنی رو با ریجید بادی انجام بدیم، یک پریدن فیزیکی رو انجام بدیم. ما باید بیایم اینجا و ریجید بادیمون رو به کدمون بشناسونیم، یعنی باید متغیر ریجید بادی رو اینجا تعریف بکنیم. پس میایم اینجا مینویسیم پابلیک ریجید بادی 2D، اسمش هم حالا میزنم RB، اسم ساده. خب همینجا بیاید یکم بررسی بکنیم. من اول نوشتم پابلیک. این کلید واژه پابلیک که قبل از متغیرهای هر کلاس نوشته میشه یک معنی داره و معنیش اینه که اشیاء دیگه که بیرون از این کلاسن هم میتونن به این شی دسترسی داشته باشن. اما واسه یونیتی یه معنی دیگه هم میده. توی یونیتی این معنی رو میده که به غیر از اینکه همه میتونن ببیننش، من مقدار دهیش رو هم خودم انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی اینجا یک باکسی برامون باز میکنه که توی این باکس ما باید ریجید بادی پلیرمون رو بهش بدیم و ما هم اینطوری بهش میگیم که بیا این ریجید بادیته و الان ریجید بادیش رو که بهش بدیم میفهمه که باید از کدوم ریجید بادی استفاده بکنه. وقتی ما بهش میگیم که بیا مثلا 10 نیوتن نیرو وارد کن، متوجه میشه که به کدوم ریجید بادی باید 10 نیوتن وارد بکنه. خب برمیگردیم تو کد، میایم متد آپدیتمون رو ایجاد میکنیم. خب الان کاری که من باید توی متد آپدیتم بکنم اینه که بیام با توجه به دکمه هایی که زده میشه دستورات متنوعی به ریجید بادیم بدم. درسته؟ ما چطوری میتونیم به دکمه های زده شده یک کیبوردمون دسترسی داشته باشیم؟ یک چیزی وجود داره اینجا به اسم اینپوت. این اینپوت داخل خودش یه سری چیز داره
که ما میتونیم با استفاده از اونها بیایم و اینپوت های بازیمون رو کنترل بکنیم. درسته؟ حالا خودتون یه گشتی توش بزنید، مثلا نکن اینجا ژیروسکوپ هست، میتونید ازش استفاده بکنید. چیزی که من الان میخوام ازش استفاده بکنم گت اکسیزه. این گت اکسیز ما چیکار میکنه؟ واسه اینکه بهتون کار گت اکسیز رو قشنگ توضیح بدم باید برگردیم توی یونیتی و چیزی رو نشونتون بدم. بیایم اینجا توی ادیت، توی پراجکت ستینگمون، اینجا یک چیزی هست به اسم اینپوت منیجر. توی اینپوت منیجر ما چیزی داریم به اسم اکسیز. اینو که وا می‌کنیم می‌بینیم اکسیس های مختلفی داریم، هوریزونتال، ورتیکال، فایر 1، فایر 2، فایر 3 و چیزهای مختلفی اینجا وجود داره. درسته؟ وقتی هوریزونتال رو باز می‌کنیم می‌بینیم یک سری دکمه ها هستن که اینجا تعریف شدن. دکمه لفت، دکمه رایت، دکمه A، دکمه D و اینا همون دکمه‌هایی هستن که توی بازی‌های ما میان حرکات افقی رو تعیین می‌کنن. درسته؟ چپ و راستمون رو دارن تعریف میکنن. دکمه A و دکمه D حرکات هوریزونتال ما رو دارن تعریف میکنن دیگه. و حالا اینجا ورتیکال رو هم داریم. نگاه کنید داون، آپ، S و W اینا چیزایی هستن که حرکات عمودی ما رو توی بازی ها کنترل میکنن. خب توی این بازی ما فقط پرش داریم و چپ و راست رفتن، بس ما قرار نیست از ورتیکال استفاده بکنیم، فقط هوریزونتالمون رو قرار استفاده بکنیم. خب خیلی ساده میایم توی بازیمون این رو اول از اینجا باید برداریم کپی کنیم، چون دقیقاً چیزی که اونجا می‌نویسیم باید با این برابر باشه. میایم اینجا، این یک ورودی استرینگ میگیره، اون اسمی که اونجا داشتیم رو اینجا بهش میدیم و میبندیم. خب میخوام قبل از این که بیشتر چیزی بنویسم بیایم اینو لاگ بگیریم ازش، ببینیم اصلا چی داره مینویسه. نگاه کنید من یه دیباگ لاگ میزنم. خب این عددی که بهمون میده رو میخوام تو خروجی نشون بدیم. فعلا کاری که میخوام بکنیم همینه. خب بازی رو استارت میکنیم. اینجا یه دونه کلیک روی اینجا گیمتون بکنید که بازی شروع بشه، اینپوتاتون رو بگیره. خب الان من هیچ دکمه‌ای دارم نمیزنم، داره به من 0 میده. درسته؟ وقتی دی میزنم نکنید 1 میده. وقتی دی رو بر میدارم دوباره 0 میده. وقتی A میزنم -1 میده. درسته؟ پس با استفاده از این ما میتونیم حرکاتمون رو کنترل بکنیم. وارد کد بشیم. میایم اینجا میگیم که بیا یه کاری بکن. ما میخوایم از این استفاده بکنیم که حرکتمون رو بگیریم. من یه متغیر فلوت تعریف میکنم، اسمشو میذارم موو. درسته؟ و اونو مساوی با این قرار میدم. بعدش میام به ریجید بادی میگم که آقای ریجید بادی بیا من میخوام تو یه نیروی وارد بکنی. ریجید بادی این قابلیت رو داره که بتونه به پلیر ما یا هر چیزی که ریجید بادی بهش متصله نیرو وارد بکنه. من میام میگم اد فورس بکن. حالا که میگم اد فورس کن یعنی نیرو وارد بکن، ازم میپرسه که خب باشه من الان میخوام اد فورس انجام بدم، ولی چیزی که تو باید به من بدی اینه که توی چه جهتی، تو چه برداری باید نیرو وارد کنم. چون همونطور که میدونید نیرو یک متغیر برداریه و وقتی که ما بخوایم یک نیروی رو تعریف بکنیم نیازه که بردارش هم تعریف بشه. خب من بهش میگم که الان میخوام برات تعریف بکنم که رو چه برداری نیرو وارد بکن. بهش میگم یک بردار جدیدی نیو وکتور 2. حالا اگه بردار 2 بودی بخواید تعریف کنید وکتور 2، بخواید بردار 3 بودی تعریف بکنید وکتور 3. بهش میگم یک وکتور جدیدی میخوام تعریف بکنم که ایکسش مووه و ایگرگش هم فعلا نمیخوام تکون بدم. حالا حرکت بدیم، بریم بازی رو پلی کنیم ببینیم الان چه اتفاقی میفته. الان وقتی بازی رو رام میکنیم میبینیم که وقتی دی یا A رو میزنیم این پلیر ما داره حرکت میکنه. درسته؟ الان دکمه A یا D رو که میزنیم، A رو میزنیم میاد چپ، D رو که میزنیم میره راست. اما الان یک مشکلی هنوز داریم. مشکل چیه؟ مشکل ما اینه که نیرو وارد کردن باعث ایجاد شتاب میشه. درسته؟ یعنی اگه من بیام این رو خیلی بزرگ بکنم و اینجا همینطوری رو A نگه دارم، سرعت این هی بیشتر و بیشتر میشه. نگاه کنید هی سرعتش داره بیشتر میشه. خب واسه اینکه اینو درستش بکنم باید فکر بکنم که چند تا راه دارم. یکی این که بیام یک شرطی بذارم هر وقت سرعتش از یه حدی بیشتر شد دیگه نیرو وارد نکنم، این یه راهه.
یه راه بهتر اینه که خب چه کاری من بیام نیرو وارد بکنم. من میام اینجا میگم اصلا لینیر ولاسیتیت، یعنی همون سرعتت، میخوام خودم مجزا سرعت تو تعریف بکنم. یعنی چی؟ یعنی اصلا من بهت میگم که سرعت تو، سرعت هم یک متغیر برداریه دیگه، سرعت تو مساویه با نیو وکتور 2، خب ایکسش همون موومونه و ایگرگش هم فعلا 0. ایگرگ نمیخوام حرکت بکنم، درسته؟ میام وارد بازی میشم. خب الان نگاه بکنیم چی کار کردیم. الان وقتی A یا D رو میزنیم میبینیم که اوکی پلیر ما داره تکون میخوره، ولی این یه مشکلی داره. ما اومدیم گفتیم همیشه سرعتت ایگرگش 0، درسته؟ و این هی باعث میشه که وقتی این میخواد بیفته یا بره بالا یا هر چیزی، اینطوری انقدر لگ بشه و انقدر یواش بیاد پایین. برای درست کردنش چیکار میکنیم؟ میام میگیم که خب باشه، من اصلا نمیگم تو 0 باش، خب میام میگم هر چی بودش ایگرگت همون باشه، درسته؟ مثلا من دارم سمت چپ و راست حرکت میکنم دیگه، با ایگرگت اصلا کاری ندارم. مثلا ایگرگت قبلا 10 بود، الان هم همون 10 باشه، من اصلا بهش دست نمیزنم. چطوری این کار انجام میدیم؟ میگیم ریجید بادی دات لینیر ولاسیتی دات ایگرگ، همون چیزی که خودت بود، همون چیزی که از قبل داشتی، همون نگه دار. حالا برمیگردم وقتی بازی پلی میکنیم الان نیم خیلی قشنگ میفته، همه چی خیلی خوب داره اجرا میشه. حالا کاری که باید بکنیم چیه؟ کاری که باید بکنیم اینه که بهش قابلیت پریدن بدیم، درسته؟ این یکی رو هم دوباره با همون اینپوت قرار انجام بدیم، اما این یکی یکم متفاوته. خب کاری که الان باید بکنیم چیه؟ خب پلیر ما قرار بود بپره. ما پریدن رو چجوری میایم اینجا پیاده میکنیم؟ ما گفتیم که میخوایم با دکمه اسپیس بپره، درسته؟ پس میایم یک شرطی رو بررسی میکنیم، اینکه دکمه اسپیس فشار داده شده یا نه رو همون اینپوت به ما میگه. خب میگیم اینپوت دات get key، اینجا یه سری دکمه واسه ما میاره، get key، get down و get up، درسته؟ get key تا زمانی که ما دستمون روی دکمه باشه این true برمیگردونه و این وارد شرط ما میشه. get down فقط اون لحظه اول که ما دکمه رو زدیم اجرا میشه و get up هم اون لحظه که دستمون رو برداشتیم. طبق منطق بازی ما get down اینجا منطقی ترین دکمه ای که میتونیم استفاده بکنیم. وقتی روی اسپیس یه بار کلیک شد این یه دونه بپره، درسته؟ خب حالا میگه چه دکمه ای؟ میایم اینجا میگیم کی کد، چون ما که کی کد ها رو حفظ نیستیم، اصلا نمیدونیم کد اسپیس چیه، میگیم کی کد دات اسپیس، به همین راحتی. حالا الان هر موقع که این ترو بشه ما وارد شرطمون میشیم، خیلی ساده. خب حالا توی شرطمون چی قرار بنویسیم؟ ما توی شرطمون چیزی که الان باید بنویسیم اینه، ما وقتی میپریم داریم یه نیرویی رو به خودمون وارد میکنیم به سمت بالا، درسته؟ اینجا هم همین کار رو میکنیم، اینجا میگیم ریجید بادی دات اد فورس، حالا نیرو به سمت بالاست، درسته؟ به سمت ایگرگ. میگیم نیو وکتور 2 این 0، این هم یه عددی رو فعلا دستی بهش بدیم، مثلا 5 تا برو بالا. حالا من بریم تست کنیم تو بازی ببینیم 5 تا خوبه یا بد. الان که اسپیس رو میزنیم میبینیم این اصلا تکون نمیخوره از جاش. خب چرا تکون نمیخوره؟ خب احتمالاً نیروش کمه دیگه. میایم اینجا نیرو رو یکم بیشتر میکنیم، مثلا بهش میگم 20 تا بپر، درسته؟ بازی رو میبندیم، حالا میگیم بپر. میبینیم که الان یک کوچولو داره میپره، میبینیم که باز نه این خوب نیستش. میگم حالا بیا مثلا 90 تا بپر. خب دقت میکنید چقدر این کار سخت و احمقانه است که من هی برم کدم رو تغییر بدم تا ببینم چقدر خوبه که این بپره، درسته؟ اینو الان تو ذهنتون داشته باشید که یه کاری باید بکنیم که هی لازم نباشه برای تغییرات کوچیکی مثل این هی بریم کدمون رو تغییر بدیم. خب الان یه کمی خوب داره میپره و بازم بده. خب من میگم اصلا ولش کن، چه کاریه که میام تو کدم هی تغییرات ایجاد بکنم. یه متغیری مثل همین که اینجا تعریف کردم اینجا ایجاد میکنم، اسمشو میذارم اول یک فلوتی باشه، اسمش هم میذارم جامپ فورس، همین راحتی. خب بعد میام اینجا به جای این 90 میگن جامپ فورس،
تموم شد و رفت. خب حالا میام وارد بازی میشم، میام جامپ فورسشو 200 میدم. خب حالا میپریم، میبینی که آها الان داره بهتر میپره. فقط الان کن مشکلی که هست اینه که رو هوا هم داره میپره. ما میخوایم رو هوا نپره، درسته؟ خب اینجا باید از یه کار جدیدی استفاده بکنیم. میگیم اوکی حالا من یه متغیری بیام اول تعریف بکنم. یک متغیر بولین میخوام تعریف بکنم، یه متغیری که یا ترو میگیره یا فالس میگیره. میگم که اسمش هم میذارم کن جامپ، یعنی میتونیم الان بپریم یا نمیتونیم بپریم، درسته؟ وقتی یه بار پرش انجام دادیم، اینم به صورت دیفالت بعد ترو بذاریم دیگه، چون دفعه اول که بازی شروع میشه میتونه بپره. میایم اینجا کن جامپمون رو فالس میکنیم دفعه اول که پرید. بعدش کاری که باید بکنیم چیه؟ میایم اینجا این رو اند میگیریم. اند میگیریم یعنی چی؟ وقتی دو تا از این علامت اند استفاده میکنیم یعنی هر دو تا شرطی که میگم باید برقرار باشه. و کن جامپ در این صورت تو میتونی بپری. خب الان که بازی رو اجرا بکنم فقط یه بار میتونم بپرم. دفعه بعدی که اسپیس رو بزنیم این دیگه نمیپره، درسته؟ چرا؟ خب چون ما فقط این کن جامپ رو یه بار فالس کردیم و دیگه هیچ وقت تو روش نکردیم. ببینید روش‌های زیادی وجود داره که بیایم این کن جامپ رو ترو بکنیم، یعنی بفهمیم کی به زمین خوردیم و بعدش بخوام اون رو ترو بکنیم. اما من میخوام این پروژه رو به ساده ترین شکل ممکن انجام بدیم با هم دیگه. پس این کاری که ما الان اینجا قرار انجام بدیم خیلی کار ساده‌ایه و زیاد هم کار معمولی نیستش که آدما توی پروژه‌های حرفه‌ای انجامش میدن. توی پروژه‌های حرفه‌ای مردم از ریکست استفاده میکنن، ولی من اینجا از اون استفاده نمیکنم. یه کار خیلی ساده‌تر میکنم چون یک پروژه آموزشیه. فعلا اینو یاد بگیریم چون توی این کاری که الان میکنم کلی چیزای جالب تری رو هم با هم یاد میگیریم. بعدش توی پروژه بعدی با هم دیگه از ریکست و کلا از کارهای کلاس فیزیک استفاده میکنیم. خب من الان میخوام از یه متد دیگه استفاده بکنم. این متد اول توضیح یکم بدم چی کار میکنه. این متد کارش اینطوریه که میاد توی کامپوننت های شیئی که این کامپوننتی که ما خودمون نوشتیم توش هست میاد نگاه میکنه، میبینه که یه کلایدری وجود داره، درسته؟ بعد میاد میگه که این کلایدره اگه به یه چیزی برخورد کرد یک تابعی رو مشخص میکنه، میگه اون اجرا بشه. اگه مثلا از یک توی برخوردی بود از اون برخورد خارج شد یک تابع دیگر رو اجرا میکنه، و یا مثلا تا زمانی که توی برخورده مثلا یه تابع دیگه ای رو اجرا میکنه. این تابع ها چی هن؟ اینجا میاید بنویسید آن کولایدر، بنویسید آن کولایدر و اینجا یک سری تابع براتون میاد. میبینید آن کولیژن اینتر، آن کولیژن اگزیت، آن کولیژن استی. این همونی که بهتون گفتم وقتی وارد کالیژن میشین، وقتی ازش خارج میشین و وقتی توش موندین، یعنی دارید همینطوری کلاید میکنید باهاش. خب من میخوام از کالیژن اینتر استفاده بکنم، این دقیقا همون لحظه اولی که برخورد کردم، درسته؟ خب دقیقا همون لحظه اولی که برخورد کردم میخوام بیام کن جامپم رو مساویه با ترو قرار بدم، درست؟ خب بریم تو بازیمون. نگاه بکنیم میبینیم که الان وقتی میپریم این میپره، چند بارم بپریم اوکیه چون میاد دوباره با این کلاید میکنه و بعد دوباره میتونه بپره، ولی وقتی رو هوایی نمیتونیم بپریم. بذارید اینا قشنگتر بهتون نشون بدم. بیایید اینجا دیباگ مود رو فعال بکنید، بعد اینجا نگاه کنید کن جامپمون رو میتونیم ببینیم، درسته؟ وقتی میپریم این خاموش میشه، وقتی میایم پایین دوباره روشن میشه. نگاه کنید اینطوری میتونیم بازیمون رو دیباگ بکنیم. خب حالا اینو فعلا خاموشش کنم، پرشمون کم، اینو میبرم بالاتر 400. حالا بازی رو اجرا بکنیم، میبینیم که الان پرشمون خوبه ولی سرعت حرکتمون خیلی پایینه. اینم کاری نداره، همون کاری که واسه پرش کردیم. پابلیک
فلوت اسپید. میایم چیکار میکنیم؟ اسپیدمون رو فقط ضرب در این میکنیم، اینو داخل پرانتز میذاریم. اسپید رو میایم توش ضرب میکنیم به همین سادگی. قبل از اینکه من کاری بکنم لحظه خودتون فکر بکنید ببینید الان چه مشکل قراره پیش بیاد. ما اومدیم سرعت کل بازی رو، کل پلیرمون رو ضرب در 5 کردیم. خب الان نگاه کنید حرکات چپ و راستش درسته، اما وقتی میخواد بیفته سرعت افتادنش هر فریم داره ضرب در 5 میشه. درسته؟ این چیزی نیست که باید اتفاق بیفته. پس میایم اینا رو پاک میکنیم و صرفا اسپیدمون رو ضرب در موومون میکنیم فقط. دیگه ضرب در این قسمت نمیکنیم، ضرب در خود ولاسیتی ایگرگمون نمیکنیم. درسته؟ یک تست بگیریم. الان همه چیز خیلی عالی داره اجرا میشه. میبینیم که چپ و راست میره، حرکاتمون خیلی عالی دارن اجرا میشن. خب ولی بازیمون یه مشکلی هنوز داره. همونطور که دارید میبینید خب بازی ها معمولا یه دوربینی هم دارن که با پلیر حرکت میکنه، ولی ما الان بیفتیم دوربینمون با ما نمیاد. خب این کار خیلی ساده است. مین کامرا رو اونم دوربین بازیمونه، مین کامرا رو ور میدونیم وارد پلیرمون میکنیم. اینم اسمشو عوض بکنیم بذاریم پلیر. الان وقتی مین کامرامون بیاد زیر مجموعه پلیر ما بشه، هر جا پلیر حرکت کنه دوربینم باش راه میره. پلیر رو بذاریم وسط دوربین این شکلی. حالا نگاه کنید دوربین هم داره با پلیر حرکت میکنه. به همین سادگی بازی ساده رو با هم دیگه طراحی کردیم. خب بیایم یه کمی کارهای گیم دیزاین هم انجام بدیم اینجا. یه کمی رنگا رو خوشگل کنیم، یه کمی بازیمون رو قشنگ بکنیم. واسه قشنگ کردن بازیمون ما یه سری رنگ لازم داریم. واسه پیدا کردن رنگا بیایم یه سرچ بکنیم، بنویسیم color generator. یک سایتی هست colors.co. این سایت رو واردش بشید. وقتی این سایت باز میشه وارد استارت جنریتور میشیم. خب حالا اینجا یه سری رنگ واسه ما میاره. ما میتونیم یک سری رنگایی که دوست داریم رو نگه داریم، بقیه رو عوض بکنیم. الان مثلا این سبزه شبیه اینه، من این سبزه رو نگه میدارم، قفلش میکنم، بعد اسپیس رو میزنم، رنگا عوض میشن. رنگای متناسب با این واسم میاره. من میبینم که این رنگ مثلا رنگ خوبیه واسه بک‌گراند مثلا استفادهش بکنم. این رنگ هم نگه میدارم واسه موانع. رنگ رفت. خب این رنگ هم نگه میدارم واسه موانع. میزنم بازی این رنگا هی بچرخن. این رنگ هم مثلا نگه میدارم واسه چیزایی که اگه بهش بخوریم میبازیم. البته خب تو پروژه ما الان نیست، ولی حالا همینطوری بذاریم که بازیمون خوشگل باشه. همینو بس، این هم مثلا کار ندارم. خب ما از این رنگا قراره تو بازیمون الان استفاده بکنیم. چطوری استفاده میکنیم؟ این که رنگ پلیرمونه کاری نداریم باش. این رنگ بک‌گراندمونه. انتخابش میکنیم. چطوری؟ این دکمه کپی رو میزنیم. یک کد هگز واسه ما کپی میکنه. میایم اینجا این کد هگز رو قسمت هگزادسیمال نکنید رنگ این مین کامرا اینجا توی دوربینمون بک‌گراند. این رنگ رو اینجا وارد میکنیم. این میشه نور بک‌گراندمون، رنگ بک‌گراندمون. یا حالا این رنگ رو من بخواستم بک‌گراند بذارم، این یکی رو برمیدارم میذاریم اینجا، میشه رنگ بک‌گراند، ولی واقعا برای رنگ بک‌گراند رنگ آشغالیه. همین رنگ رو دوباره برمیگردونم، میشه رنگ بک‌گراندمون. این رو هم میذارم واسه موانع. میام اینجا اینا رو انتخاب میکنم، این رنگ رو هم میذارم اینجا. و حالا یه رنگی هم اینجا داریم. اینکی رو یک سری دایره الکی درست میکنم همینطوری برای فقط قشنگی. اینجا یک سری سرکل کوچیکش میکنم، میام رنگ بهش میدم، این رنگ آبیه رو بهش میدم. این دایره هر جاهای مختلف مپ همینطوری الکی میذارم، مثلا هم توی جاهای مختلف این دایره ها میذارم برای خوشگلی. چطوری دارم اینا رو همینطوری میذارم؟
کنترل نگه دارین. الان مثلا اینجا کنترل نگه دارم، یه کنترل دی که بزنم یه دونه میسازه، بعد دوباره تکون میدم، کنترل دی رو هی میزنید، اینطوری جای مختلف اینا میسازید. خب بعد الان من یه مشکلی دارم. نگاه بکنید این شی ها یک سری شی خاصن، یک سری شی که رنگ دارن، کلایدر دارن. من میخوام از اینا زیاد تو پروژم استفاده بکنم، درسته؟ میام چیکار میکنم؟ این شی امو اینجا بر میدارم میارم اینجا، یک فایل ازش میسازه به اسم پریفاب، درسته؟ حالا من اگه چند تا پریفاب اینجا بسازم، از این پریفابم چند تا شی اینجا ایجاد بکنم، حالا بیام رنگ پریفابمو عوض بکنم، رنگ همه اینا با هم دیگه عوض میشه. اوکی؟ پس یعنی من میتونم یه چیزی درست کنم و همه رو بدم به اون که با اون بتونم یهویی رنگ همه چیزو عوض بکنم، یکی یکی نرم انتخابشون کنم رنگشون رو عوض بکنم، درسته؟ خیلی خوب، این دایره ها رو نگه داریم، بیایم از این پریفاب ها استفاده بکنیم و یک مرحله رو با هم دیگه درست بکنیم. مثلا میاد این بالا، بعد میاد اینجا، بعد بپره اینجا، همینطوری الان راحت میتونیم مرحله‌مون رو درست کنیم. بعدا هم که خواستیم رنگ عوض بکنیم نیازی نیست بریم یکی یکی اینا رو انتخاب کنیم رنگشون رو عوض بکنیم، خیلی راحت میریم انتخابشون میکنیم این پریفابمون رو و بعدش هم رنگ رو عوض میکنیم. خیلی خوب، این الان از بازی ما، بازی رو رام میکنیم و بازی میکنیم به همین راحتی. این بازی که ما الان تونستیم با هم دیگه تو این ویدیو بسازیم توی حدود کمتر از نیم ساعت، کمتر از 40 دقیقه با همین بازی رو ساخت. بازی داره قشنگ اجرا میشه و ما داریم انجامش میدیم. حالا وقتی که ما این بازی رو ساختیم میخوایم مثلا خروجی بگیریم، یک خروجی ویندوزی بگیریم بقیه هم بتونن بازیش بکنن. خب این کاری نداره، میرید توی فایل بیلد پروفایلز، اینجا نگاه میکنید توی این سناتون، توی این سین هاتون میبینید کدوم سین ها توی بازیان. نگاه کنید ما فقط یک دونه داریم، این دقیقا همینه که ما اینجا طراحی کردیمش. این یه دونه رو میگیم اوکی اینجا هستش و من اینجا بیلد رو میزنم. اوکی، وقتی بیلد رو بزنم بازی من ساخته میشه، کار خاصی هم نداره. من بیلد رو میزنم، یک جایی رو بهش اختصاص میدم و وقتی سلکت رو بزنم برامون بیلد میکنه. خب دیگه به نظرم برای این ویدیو کافیه. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و خدا نگهدار.